متولد مهر ماه 1357 هستم. اهل کجا؟ اهل روستای بندقرا، شهرستان کورسرخ، از توابع استان خراسان رضوی. چه میکردید در روستا؟ من تقریبا از 4-5 سالگی دنبال گوسفندان بودم و در حال چوپانی. یعنی گله داری میکردید؟ بله. چوپان گله بودم. چوپان گله بودید؟ بله. توی در واقع کوهستان بودم و با گوسفندان سر میکردم، باز میومدیم در واقع سر میزدیم خونه، باز دوباره میرفتیم پیش گوسفندان. درس هم میخوندید همون دوران؟ یه شیفت میرفتم مدرسه و بعد از مدرسه دقیقاً از سر کلاس درس دوباره نون و آب بر میداشتیم میرفتیم جای گوسفندان تا فردا صبح روز بعد که دوباره میخواستیم بریم کلاس درس مدرسه. اما به مردم عزیز بگم که قصه آقای حسینی که شنیدید، که بهتره بگم آقای دکتر حسینی که از چوپانی گفتن، الان جزو دانشمندان برتر جهان شناخته شدن. درسته، من چندین سال پیاپی جزو دانشمندان 0.1% برتر دنیا هستم توی رشته شیمی و رکورددار تعداد استناد به اسناد علمی در ایران هستم. کجا شما رو انتخاب کرد به عنوان یکی از دانشمندان برتر جهان؟ معتبرترین مؤسسه علم سنجی دنیا یعنی کلاریویس آنالیتیکس که در آمریکاست، اسامی دانشمندان 0.1% برتر دنیا رو اعلام میکنه که من چندین سال متوالی جزو این لیست بودم. چندین سال شما جزو برترین های جهان شدید؟ بله. و چرا شما رو انتخاب کردن؟ چه کار کردید؟ 10 طرح تحقیقاتی رو به پایان رسوندم و از نتایج اینها مقالات و کتبی رو در دنیا منتشر کردم که اینها مورد وثوق دانشمندان و محققان دیگه قرار گرفته و اونها به این کارهای من استناد دادن. یعنی به درد بالا بردن بار علمی دنیا خورد مطالب؟ دقیقاً. شما سیگنال دستگاه خب رو پی پی میزنیم. دلتونم برای چوپانی تنگ میشه؟ خیلی وقتا از اونجا به اینجا رسیدم. شاید اگر اون چوپانی، اون زندگی توی طبیعت نبود من اینجا نبودم. سر میزنید به روستا هنوز؟ بله، خیلی وقتا میرم. بغض کردی چرا؟ دنیایی از خاطره است چوپانی. چطوری مادر، خوبی؟ سلامتی.